با سلام خدمت شما عزیزان. بنده کمویی هستم، در خدمتتونم با جلسه سفرم، جلسه معرفی یا مقدمه یا اینتروداکشن در خدمتتونم. و توی این جلسه میخوام در مورد خودم، در مورد سایت CS ها، در مورد شبکه، کلا معرفی دوره و حالا سری دیگه صحبت کنم. جلسه مهمیه واقعا و خوب توجه کنید به حرفایی که میزنم که به قولی بیایم در واقع با هم هماهنگ بشیم که دقیقاً برای چی اینجاییم، چی قراره بتونه ارائه بشه توی حالا دوره‌ای که من تدریس میکنم و چه نتایجی باید انتظار داشته باشید و حالا از اینجور قبیل مسائل. قبل از اینکه حالا بریم سراغ این مسائل، یه معرفی از خودم و همچنین حالا سایت CS ها بکنم. من خودم که آریان کمایی ام، ورودی 403 امنیت شریف و رتبه 10 کنکور 403 و خدمتتون عرض شود که اون سالی که من کنکور دادم حقیقتا چند سالی بود که سبک سوالات کنکور خیلی عوض شده بود توی درس شبکه، ولی خب هنوز دوره ها خیلی اپتیمایز نشده بودن که اینجور سوالات رو پوشش بدن و هنوز هم همینطوره. یعنی به جز دوره خودم من دوره دیگه ای رو نمیشناسم که واقعا خیلی دقیق برای سوالات سالهای اخیر خیلی تاکید داشته باشه. دورهایی که هستن درس شبکه رو میدم به شما. درس شبکه هست، درس دانشگاهی، رفرنس داره، میتونید رفرنسش رو بخونید، میتونید دورهای دانشگاهی رو ببینید. در اساتید دانشگاه شریف و امیرکبیر و حالا دانشگاهی دیگه تدریس کردم و دورهای خوبی هم هست واقعا. ولی چیزی که تو کنکور از شما میخوان خیلی مربوط به این دوره ها نیست واقعا. یعنی این دوره ها رو شما ببینید تست کنکور رو نمیتونید باش به احتمال 90% بزنید. خیلی منطبق نیستن بر هم دیگه. اون سالی که خودم کنکور دادم خیلی مشکل متوجه شدم و بعدش خب صحبتی که با بچه‌ها داشتیم احساس نیازی کردم که این دوره ضبط بشه. خب و خب الان در خدمت شما. این از معرفی خودم و معرفی سایت. حالا چه دوره رو خواستید تهیه کنید چه نکنید، حتما سایت CS Hub رو بهش سری بزنید. سایت خیلی مطالب خوبی توش واقعا هست. حالا از مشاوره کنکور و اینجور چیزا گرفته تا دیگه بگم بچه‌ها کلی ویدیو ضبط کردن، تجربیات کنکورشون رو گفتن، در مورد انتخاب رشته و اینا نوشتن. خیلی 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 مطالب مفید توش میتونید پیدا کنید به نظرم و حتما جدی بگیریدش، حتما سری بهش بزنید. پس خیلی مهمه. همچنین کانال درسی خودم که حالا یادم رفت اینجا بنویسم، @میکرو نتورک کورس. کلا هر جایی که هست همین اسمو داره. داخل تلگرام میکرو نتورک کورس، داخل تلگرام، داخل یوتیوب، داخل آپارات و اینا همش با همین اسمه و حتما فالو کنید. اونجا مطالب مرتبط به درس رو اونجا میذارم. همچنین آیدی خودم داخل تلگرام @kpool_8 KPOOL_8 و این آدرس خودم داخل تلگرام و اگر سوالی بود باید از خودم میتونید بپرسید و بریم سر اصل مطلب در مورد خود درس شبکه که به خاطر اون در واقع ما اصلا اینجاییم و شما هم دارید این ویدیو رو میبینید. ببینید درس شبکه کنکور در واقع، حالا درس شبکه به صورت کلی نگیم، درس شبکه کنکور ما اینجا منظورمونه، یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. خب این درس تا حداقل پارسال که حالا من درسش دادم تقریبا توسط 90% 95% بچه‌ها حذف میشه. یعنی شما مثلا حالا من که خودم الان شریف هستم میبینم که خب طبیعتا رتبه‌های برتر کنکور خب همه میان شریف و اینجا من میبینم معدود آدم‌هایی رو میبینم که شبکه خونده باشن برای کنکور. خب این نشون دهنده یه ضعف خیلی عمده‌ای تو این درس بوده. دلیلش هم اینه که دوره‌هایی که برای این درس هستش منطبق بر سوالات کنکور نیست. یعنی ما سری دوره داریم تو این درس. این دوره‌ها رو شما می‌بینید دوره‌های درس شبکه، خب مثل کلاس‌های دانشگاه در واقع به شما شبکه درس میدن واقعا، ولی شما در نهایت با خوندن این دوره ها، با در واقع دیدن ویدیوهای این دوره ها، تست های کنکور رو قادر نیستید بزنید. خب یعنی حداقل میتونم بگم 50% رو نمیتونید بزنید. این دوره ها منطبق بر در واقع اینها در واقع سوالات کنکور اپتیمایز نشده، اصلا برای اینا ساخته نشده انگار. اونها یه سری دیگه میگن، اینجا یه سری دیگه سوال میاد، خوش شانس باشید خیلی خوب خونده باشید میزنید، نخونده باشید اونجوری خوب نخونده باشید نمیزنید.
یعنی اون مطالبی که اونجا یاد میگیرید خیلی منطبق بر سوالات کنکور نیستش. این دلیل حذف کردن بچه‌ها این بوده. حالا ما خب دیدیم روند سالهای اخیر کنکور در واقع این بوده، یه شکل خاصی بوده و گفتیم چرا یه دوره ضبط نکنیم دقیقاً در مورد همین. خب اوکی، الان 400 401 402 403 404 داره سوالا همش یه شکل میاد. خب سبکش یکیه. خب چرا ما یه دوره ضبط نکنیم که دقیقاً برای همین سبک ساخته شده، نه برای کلا درس شبکه. شما در نهایت میخواید تست کنکور رو بزنید. حالا اصلا شما خدای شبکه، شما خیلی خوب درس شبکه‌تون فوق‌العاده، ولی سوالات کنکور رو نتونید حل کنید، مفت نمیارزه، حداقل توی کنکور. و سوالات کنکور مهمه پس. و همچنین سالهای اخیر نشون داده که شما درسای زیادی باید تو کنکور بخونید. یعنی مثلا حالا شما برید تجربه‌های مثلا سال 97 کنکور ارشد ببینید. طرف مثلا میگه آقا من 5 تا درس رو خوندم، ساختمان داده الگوریتم خوندم، من پایگاه داده رو خوندم، حالا اون موقع چیزا میومد کامپایلر رو خوندم و مثلا نظریه زبان، الان دانشگاه شریف مثلا هوش آوردم. واقعا میشد آورد. فکر نکنید دروغ میگم. رقابت پایین‌تر بود، بچه‌ها تعداد درسی کمتری می‌خوندن و خب می‌آوردن. الان واقعا نمیشه. یعنی الان من نگاه می‌کنم تو 403 که به نظر 404 بدتر هم بود، ولی خب حالا 403 یعنی 404 بدتر هم خواهد شد. حالا هنوز نتایج نیومده الان که دارم ویدیو رو ضبط می‌کنم، ولی 404 به نظر بدتر هم خواهد بود. بچه‌ها رو نگاه می‌کنم، هم دانشگاهی هم کلاسیامو نگاه می‌کنم، همشون درسای زیادی رو خوندن. یعنی کسایی که رتبه 20 30 آوردن تو کنکور تعداد درسای زیادی خوندن و خب بهتر هم هست. چرا؟ من 2 تا آپشن به شما میدم. مثلا 8 تا درس رو 100% بخونید، یعنی انقدر بخونید که تسلط وحشتناک باشه، هر چی اومد بزنید. خب یا 11 تا درس رو برای شما انتخاب کنید که اینا رو مثلا 80% رو بخونید. یعنی 3 تا درس بیشتر بخونید ولی با تسلط یکم پایین‌تر، یکم تست کمتر زدن. خب 3 تا درس بگیریم میانگین 6 تا سوال ازش بیاد، شما 18 تا سوال بیشتر میتونید تو کنکور حل کنید. قبول. ما گفتیم آقا همه رو نمیخواد بزنید، از این 18 تا 80% رو بزنیم. تقریبا بگیم آقا مثلا 12 تاشو بزنید. 12 تا در تست دارید کنکور بیشتر میزنید. 12 تا تست خیلیه بچه‌ها. 12 تا مثلا 5% حساب کنیم میشه چقدر؟ 60% خیلیه واقعا زیاده. حالا دیگه پس اهمیت این که تعداد درس خیلی بالا بخونید رو این نشون میده. من باز تاکید میکنم، حالا چه این دوره رو در خدمت شما بودم چه نبودم، این رو خیلی جدی بگیرید. تعداد درس های زیادی بخونید تو کنکور. مثال خودم، سال خودم من سیستم عامل رو رفته بودم که 100% بزنم، واقعا همه سوالاش رو جواب بدم. ولی در نهایت اتفاقی که افتاد، من سیستم عامل رو با این که میگم من 3 دور فکر کنم درس سیستم عامل رو خوندم و شاید بهتون بگم الان بخوام دقیق‌تر فکر کنم 3 تا غلط زدم، یه دونه درست، پس تقریبا 0% دادم، یا حالا 2 تا درست 2 تا غلط، یه همچین چیزی در کل مثلا زیر 10% دادم سیستم عامل رو تو کنکور از 7 تا سوالی که اومده بود. ولی حالا از اون ور بگم دیجیتال رو من شاید واقعا براش 30 ساعت کلا وقت گذاشتم، خیلی کوتاه، درس الکترونیک دیجیتال رو. و درس الکترونیک دیجیتال رو من توی کنکور 20% زدم. 20% باکس، یعنی در واقع از درس خودش 60% زدم یا پلوش یا 50%، اینا بین 40 تا 60%، حالا دقیق بخوام بگم بین 40 تا 60%ش رو زدم. یعنی از 6 تا سوالش بین 2 تا 3 تاشو زدم که 2 تا 3 تاش تقریبا میشه 15 مثلا درصد یک باکس. اون باکس معماری و منطقی، باکس منطقی میشه تقریبا 15% اون باکس که خیلی خوب بود. یعنی واقعا اون سال من کشیدم بالا. این در حالیه که من شاید برای سیستم عامل حداقل 100 ساعت وقت گذاشتم، یعنی 3 برابر. نگاه کنید 3 برابر مقایسه کنید. پس این به شما این اجازه رو میده که اگر یه درسی سخت اومد شما هنوز نگرانی ندارید. آقا من 11 تا درس خوندم، یکیش سخت اومد بعدی، اون یکی هم سخت اومد باز بعدی. اینقدر آپشن دارید که خب میتونید این
فلکسیبیلیتی رو نشون بدید. پس این خیلی جدی بگیرید تا جایی که میتونید درس زیاد بخونید. و حالا از موارد دیگه هم که بخوام بگم، جذابیت این درس تنها درسیه که بروزه. شما درسای دیگه‌ای که توی کنکور میخونید هیچ کدومش رو بروز نیست. نظریه زبان تئوریش حداقل مال 100 سال پیشه، مال تورینگ، زمان تورینگ، ماشین تورینگ و اونا دیگه. نمیدونم ساختمان داده خیلی قدیمی‌تر، 100 سال پیشه دیگه. مدار منطقی تئوریاش مال 100 سال پیشه حداقل. معماری کامپیوتر همچنین دیگه. الکترونیک دیجیتال همچنین، کتابش اصلا مال فکر کنم 20 30 سال 40 سال پیشه. تنها درسی که کتابش واقعا ادیشن خورده و جدید شده، یعنی مثلا مطالبی که ما میگیم چیزایی که الان داره استفاده میشه واقعا، یعنی چیزایی که تازه اومده، HTTP 3 در مورد صحبت کنیم، کویک در مورد صحبت کنیم، اینا هنوز اصلا زیاد استفاده نمیشه، یعنی تازه داره دیولپ میشه. این درس کاملا جدیده و بعد از این درس شما یه سری چیزایی یاد میگیرید که واقعا حس میکنید یه چیزی بهتون اضافه شده. خب حالا اینا دیگه در مورد جذابیت. حالا میدونم شما خودت کنکور درس کنکور در واقع شما شاید خود جذابیت واقعا اینا نباشید، ولی این خب برای خود من درس خیلی جذابی میکنه این درس رو. یعنی اون سالی که من خودم خوندم واقعا این درس اینش برام خیلی جذابه، هر چیزی که میخونم واقعا نمود واقعی در الان ما داشت. خب این خیلی نکته مهمی بود به نظر من. ولی خب یه سری نکات بد داره. به هیچ عنوان نمیشه ماسمال کرد این درس رو. این که مثلا من الان نمیدونم دوره من حالا جلوتر میگیم 30 ساعته، این دوره رو شما 30 ساعتشو ببینید دلیل برای نیستش که شما همه شبکه رو بلد باشید. قرار نیست، برنامه همین نیست اصلا. این خب شما تستای کنکور رو تا یه حد خیلی خوبی بلدید. خب حالا جلوتر توضیح میدم تا چه حدی. ولی اینجوری نیست که دوره رو پلی کنید و برید به سلامت. یعنی دوره تموم شد، یه ساعتش مثلا دیدم بعد دیگه تمام. خب واقعا نیاز به دوره داره، نیاز به تمرین داره، نیاز به تکرار داره. مطالبی که میگم یکم فشرده است از حالت عادی درس دانشگاهی، فشرده تر من میگم. و خب این فشردگی اینه که یعنی تکرار نمی‌کنم، یه چیزو شاید مثلا چند بار تکرار نشه تو دوره، همونجا باید یادش بگیرید. خب شما میتونید بزنید عقب دوباره نگاه کنید، ولی این دلیلی برای نمیشه که من این تیکر رو نفهمید و جلوتر دوباره توضیحش بدم. خب ماسمال نمیشه کرد. خیلی خلاصه بخوام بگم واقعا ماسمالش نمیتونید بکنید. این درس رو واقعا باید انرژی براش بذارید، ولی کوتاه. حالا جلوتر صحبت می‌کنیم. خیلی خیلی کوتاه و نمیشه یک کمشو خوند. حالا شاید مثلا درسای دیگه اینجوری باشه که آقا بگید فصل 1 و 2 رو من میخونم بقیه‌شو نمیخونم. نمیشه این کارو کرد. به نظرم این کار نکنید. یعنی یا کلشو بخونید یا اصلا حذفش کنید به نظرم. خب پس واقعا حذفش هم میگم پیشنهاد نمیکنم، چون واقعا درسیه که کلا دورش 30 ساعته بچه‌ها. یعنی واقعا با 30 ساعت رو دیگه چیز نیست که شما مثلا بگید من 20 ساعتشو میخوام ببینم. حالا من اینکه دیگه الان مثلا یه هفته قبل کنکور شما میخواید 2 روز ببینید دیگه، در اون بحثی نیستش. خب ولی در غیر این صورت به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنم نصفشو بخونید یا مثلا 2 فصلشو بخونید، همش رو بخونید. فصل آخرش تستاش بیشتره، حیفه، واقعا حیفه. حالا همه اینا رو گفتیم، من خورده اینجا رو تمیز کنم، بریم سراغ خود معرفی چیزی که من ضبط کردم و به شما قراره ارائهش بدم. ارائه که دادم قراره یک بار دیگه هم ارائه بدم. دوره چند ساعته؟ دوره من 30 ساعته حتی اکثر. نکته و تست من تست های آیتی و مهندسی کامپ همش حل میشه تا مثلا از 94-5 به بعد تقریبا همش حل میشه. شاید تک و توک سوال بمونه که اونا هم سوالایی که شاید اهمیتش پایین تر باشه. و دکترا، سوال دکترای شبکه مهندسی کامپ. با کامی وردی بسن کنکور دکترا دو تا جا سوال ازش میاد. یه تو دکترای مهندسی کامپ و آیتی، یعنی 2 تا دفترچه است. اینا رو قراره که ضبط بشه نکته و تستش، یعنی اینا به صورت دفترچه ای، اینا هم به صورت فصل به فصل، یعنی هم در واقع فصل به فصل سوالات مهندسی آیتی و مهندسی کامپ و در واقع دفترچه ای. این میشه در واقع نکته و تست ما که خب نظیر نداره. دوره نیستش واقعا که همچین چیزی رو به شما ارائه بده، حداقل تا جایی که من میدونم نیست، وجود نداره. برای چه کسانی مناسب نیست؟ برای کسانی که میخوان ماسمال کنن، برای کسانی که اصلا نمیخوان توجه کنن
اینجوری که میخوام ویدیو رو پلی کنم بعد مثلا نگاه نکنم من چی دارم میگم، خود ویدیو تموم شه بعد بگم خب ما شبکه رو فهمیدیم. نه، واقعا باید درگیر بشید بچه‌ها با درس شبکه. این درس شبکه درسی نیستش که ویدیوشو ببینید تموم شه و فهمیدید دیگه اوکی شد. باید درگیر درس بشید، گوش بدید، تعامل کنید با درس، همه اینا رو تو ذهنتون دوره کنید و اینجوری میتونید این درس رو بخونید. اگر اینجور آدمی نیستید شاید این دوره واقعا براتون مناسب نباشه. اگر خوندید چه انتظارتون باید چی باشه؟ همونطور که به بچهای پارسال هم گفتم به شما هم میگم، 2 تست رو من تضمین میدم واقعا. یعنی من که از قصد خودتون غلط بزنید، خب 2 تست واقعا میشه زد، من تضمین میکنم این رو. خب ولی بچه‌هایی بودن که تا 6 تا تستش هم زدن. ببینید دوره من کتاب راسته، منم چیز عجیب غریبی نمیگم، از خودم در واقع تدریس نمیکنم، کتاب راسته. من ریز به ریز کتاب راست رو دارم درس میدم، چیزی خارج از کتاب راست نمیگم فعلا. حالا امسال شاید یکم اضافه کنم که مباحثم تکمیل تر بشه، ولی تا الان تا پارسال نداشتم، همش از کتاب راسته. خب و پس رفرنس درسم کتاب راسته، پس چیزی خارج از کتاب واقعا نمیاد. خب شاید یه سری سوال سخت باشه که خب اونا رو نیاز کسی که خیلی تسلط بالاتری داره حل کنه، همه حل نمیکنن. ولی از نظر مطلب چیزی تو دوره من نیستش که تو کتاب راست نباشه، اینو من میتونم شما تضمین بدم. پس شما تئوریتیکلی میتونید 6 تا تستش رو بزنید واقعا تو کنکور، به صورت تئوری واقعا میشه زد، رو کاغذ میشه زد. حالا اینکه شما سر جلسه بزنید این یه بحث دیگه است، سوال سخت بیاد، نمیدونم وقت نکنید، خوب دوره نکرده باشید، حفظیاتش تو ذهنتون نباشه و همینجوری تا ادامه بده. پس اینکه شما چند تاشو میزنید واقعا به توانایی خودتون، پایه خودتون، همه درس هم همینا، نه فقط شبکه. ساختمان داده مطالبی که در واقع تدریس میشه مثلا توی دوره‌هایی که مثلا برای کنکور یا دانشگاه تدریس همش هست، ولی همه میرن آیا 100 میزنن؟ نه، ولی دوره‌ها کامله. پس اینکه چه انتظاری باید داشته باشید هم گفتم. در نهایت حذف کردن یا نکردنش با خودتونه. من به هیچ عنوان حذف کردن رو پیشنهاد نمیدم، واقعا ارزشش رو داره که وقت بذارید، چون 2 تا تست هم 2 تا تسته. 2 تا تست میشه چند درصد؟ اینم بگم اینجا میشه 10% باکس آخر. واقعا دانشگاهتون رو جابجا میکنه، شهرتون رو جابجا میکنه. 10% خیلی درصد بالاییه واقعا توی یه باکس. و مثلا شما در نهایت میخواید برید یک باکس رو، اگر مثلا برای شریف و تهران دارید میخونید، میخواید برید هر باکس رو میانگین 60% بزنید. این 1/6 باکس رو داره به شما مفت و مجانی با 30 ساعت دوره به شما میده. 30 ساعت دوره است، من میگم مثلا 50 ساعت با تستش رو دیگه خدمت شما بگم که دورش رو همه چیش با هم، میگم مثلا 50 ساعت. با 50 ساعت دوره یعنی شما ساختمان داده رو 200 ساعت حداقلش زمان بذارید، تستاشو همه رو بشینید بزنید تا بتونید واقعا نتیجه بگیرید. خب این داره به شما با 30 ساعت دوره و واسه با نکته و تست و فلان و بسارش 50 ساعت دوره داره کارو در میاره. پس این یه چیزیه که واقعا نظیر نداره، خیلی جدیش بگیرید. و در نهایت هم اگر شروع به خرید، یعنی خرید دوره رو در واقع خریداری کردید و خوندن دوره رو شروع کردید، حتما تو گروه درس فعال باشید. من اینو پارسال خیلی تاکید داشتم. تقریبا هر کسی که من دیدم بعد از کنکور اومد من پیام داد که آقا مثلا من فلان قدر، حالا پیاماش توی کانالم هست، اینا خواستید چک کنید توی این کانالی که اینجا گذاشتم داخل تلگرام، توی این کانال. البته من فکر کنم عکسم اینجا میفته، اینجا معلوم نبود. من یکم زوم اوت کنم اینجا. میکرو نتورک کورس داخل این کانال برید، پیام‌های بچه‌ها هست، پیام بچه‌ها که کلی بهم گفتن که آقا مثلا چند تا زدن، چه جوری زدن، خوب زدن، بد زدن، اینا همه رو بهم گفتن، عکساشو گذاشتم اینجا، برید نگاه کنید. و جالبه که اکثر کسایی که تو این گروه من پیام دادن بعد از کنکور که آقا مثلا ما رفتیم 5 تا تست و 4 تا تست دادن، اکثرش کسایی بودن تو گروه من با اینا صحبت کرده بودم، حداقل یه بار سوال پرسیده بودن. پس اینو خیلی جدی بگیرید، این گروه درس خیلی چیز مهمیه و من سوالاتو زیر چند ساعت جواب میدم، این خیلی نکته مهمیه. یعنی من یه چالشی که خودم سال کنکورم داشتم این بود که یه سوالی تو ذهنم میومد خیلی طول می‌کشید جوابشو بگیرم، ولی خب من دارم الان سوالات بچه‌ها رو زیر چند ساعت جواب میدم. خب یه نکته خیلی مهمیه به نظرم که باید جدیش بگیرید. و اگر دوست داشتید کتاب رو همزمان با درس در واقع ورق بزنید، به نظرم میتونه براتون مفید باشه.
کتاب رفرنس رو منظورمه. سال اخیر کپی از متن کتاب بوده، حالا توی دفترچه کنکور رو حل کردن، میتونید اینو ببینید. من حل دفترچه ها رو میذارم کم کم توی دوره، ولی خب میبینید که کاملا از متن کتابه و متن کتاب مهمه. البته جزوه‌ای که من نوشتم هم کلا ترجمه کتاب میشه گفت هست، من همه چیش رو آوردم داخل جزوه گذاشتم، پس حالا اون کامل. ولی خب خوندن خود کتاب واقعا خالی از لطف نیست، متن روایی داره. و کتاب ترجمه‌ای هم که ازش موجوده، فکر کنم مال دکتر ملکیان اگه اشتباه نکنم، و واسه ورژن قبلی کتاب دیگه به درد کنکور نمیخوره، چون کتاب کنکور داره از ورژن جدید سوال میاد. کتاب حقیقت خیلی بهتره ولی خب گرونه. آخرین باری که چک کردم 500 600 تومان بود، حالا اگر بعدن گرون نشه. و 500 600 تومان خب اندازه قیمت دوره است واقعا. و کتابشون هم حجیمه، یعنی علاوه بر کتاب راست چند تا کتاب دیگه هم اومدن یه سری جا اضافه کردن بهش و خب حجیم شده، واقعا کتاب حجیمه. شاید به نرسید بخونید، خب این چالشه. من کتاب مرجع رو ترجیح میخونم، پی دی اف راحت بدون هزینه میتونید دانلودش کنید. و حالا اگر دوره رو دیدید و تموم شد هم، حالا این دیگه برای کسایی که دیگه دوره رو دیدن و تموم شده، نکته و تست ها رو باید حل کنید به ترتیب. یعنی نکته و تست های فصل به فصل رو که میشه سوالات کنکور آیتی، مهندسی کامپیوتر اینا. بعد کنکور دکترا رو باید حل کنید که من اینا یعنی حلش هستا، فقط صرفا باید نکته و تستش رو نگاه کنید. سوالات کتاب مرجع رو باید حل کنید، اگر فرصت کنم یه سریاشو سلکت میکنم حل میکنم براتون میذارم، این خیلی مهمه، خیلی خوبه این سری سوالاتش. و جزوه درس رو به نظرم دوباره بخونید و دوباره تکرار همه اینا، دوباره برگردید از اول همین تکرار. به نظرم حتما درس شبکه رو بخونید، واقعا تعداد درستون رو زیاد کنید. حتما به نظرم حتی اگر الان فرصت دارید الکترونیک دیجیتال رو بخونید، الکترونیک دیجیتال که 100% بخونید، شبکه رو بخونید، سیگنال رو اگه میرسید حتی بخونید. درس حذف نکنید بچه‌ها، درس حذف میشه خیلی بده. شما از 5 تا 6 تا 7 تا سوالی که از اون درس داره میاد، دو تاش واقعا معمولا پشمکه. یعنی شما واقعا یه نگاه به درس کرده باشید دو تا سوالو میزنید. خب اون تو سوال دارید مفت مجانی از دست میدید، واقعا حیفه. و به نظر من درس رو به هیچ عنوان حذف نکنید. و در نهایت هم امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت باشید.